سلام دوستای خوبم. امروز میخوام در مورد فریز تخمک و پرتکرارترین سوالاتتون در این زمینه توضیحاتی بدم. فریز تخمک یکی از روش‌های حفظ باروری برای خانم‌هایی هستش که در حال حاضر قصد شرایط بارداری رو ندارن. برای خانم‌های مجرد یا باکر قابل انجام هستش. بله، برای این خانم‌ها از طریق لاپاراسکوپی قابل انجام هستش. چه کارهایی طی فریز تخمک انجام میشه؟ طی فریز تخمک ما ابتدا تحریک میکنیم تخم‌دانا رو، بهترین تخمک ها رو انتخاب میکنیم و اونا رو فریز یا انجامات براشون انجام میدیم. در آینده هر زمانی که شما قصد بارداری داشتین، این تخمک ها از فریز خارج میشن، با اسپرم لقاح داده میشن و داخل رحم به روش IVF گذاشته میشن. ممنونم از شما که این ویدیو رو تا الان دیدین. متشکرم.